امروز روز موعوده. امروز قراره که این زامبیایی که گلزار رو کشتن به آتیش بکشیم. یا 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 خنده شیطانی. خب آفرین، همونجوری سر صدا کنین. آخرین سر صدای عمرتونه اینا. یا 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 بسوزید. الان که من این زیر رو روشن کنم همتون آتیش میگیری. بعد باید آهنگ بخونید. وای دارم آتیش میگیرم. دیگه کافیه، بریم بسوزونیمتون. نه بسوزونیمتون. آره روشنشون کنید. یا 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 ببخشید. آره بریم اینا رو روشن کنیم. آی والا سرما هم خوردم ولی اب نداره، با آتیش اینا گرم میشم. یا 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 ها تمام شد. ای بابا خب تمام شد. الان که چی مثلا؟ هیچ اتفاقی چرا نیفتاد؟ اب نداره، بریم سراغ این یکی ها. یا چرا خودشون سوختن؟ قرار نبود اینجوری بشه. نه این امکان نداره. آره بریم اینو هم بسوزونیم. ای والا یا 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 آفرین، داد بیداد کنید. یا خب دونه بدونه دارن دونه میافتن. یا آره بسوزید که حقتونه. باید تابان پس بدید همتون با همتونم. باید آب بود بدن. آره با تابان پس بدید. دونه بیافتید. صدای جیغتون تو گوشمه، این جیغ گلزار. راستی گلزار که اصلا جیغ نزد. اب نداره. یا بس دیگه بازم یا شروع شد. آره داری قصر در میری؟ الان بزنم داره. آفرین. خب شما همتون بیفتید، همتون باید بمیرید، همتون باید از بین برید. خب حالا نوبت شما ستاه. ولتون کنم داداش مگه میشه؟ بابا کاری داشته باش. اول تو بعد تو بعدشم تو. یا ای والا صدای کیه؟ گلزار؟ داشتم. نه تو چیکار کردی؟ صدا تو درست کن ببینم. ببخشید آقای گلزار. داداشم اشتباه کردی دیگه. اون یه دونه رو باید میگرفتی میزدی. یعنی چی آقای گلزار؟ ای بابا این چه کاریه؟ وای ببخشید آقای گلزار. داشتم بد ریدی دیگه. وای آقای گلزار. برو اون یه دونه رو بگرد پیدا کن. برو. وای ببخشید آقای گلزار. وای داشتم اشکال نداره، برات میگردونم به زمان قدیم. برو همه چی رو درست کن. برو.